لبا یعقوب جان، لبا یعقوب جان، برادرم یعقوب جان جان جان، دلی مرا نرنجان. ای در زبانت صدقه برادر عزیز. من در طرفخانه لندن، در طرفخانه لندن اینجا شاد و خندان یک مرغک بریان زکاس کردگی اینجا مرغ زکاس کردم، یک مرغک نوش جان میکنم، بعد به پیش شما میام. این مرغ هم تیار شد. نه برادر شما اشتری تا آم مایلش وقت دوست هاشن بیاید. شما اشتری تا آم یکم خدمت دیگه نمیکنم. سلامت باشی برادر عزیز. خب سلامت باشی. انا تک ای برادر عزیز، پیش خدمت. ای پیش خدمت، جناب برادر عزیز. جناب ما یک چیز نفهمیده هستم. چی گپ شده؟ برای چی نمی مرغ ورگی توی مرغ ورگی توی؟ برای چی یا لینگش کالتای یا تاش داغوس؟ که من نفهمم خیلی شاکر جان. اگه اگه کی اخیر اینکیباتور تیار میکنم ما تیار نکنیم اخیر راستیگه با که من نفهمم اشتری تمام اکا. ای برادر عزیز، پیش خدمت. ای اینجا می برادر عزیز. شما با سوال من جواب نداده رفتی نه؟ خیلی من نفهمم اکا. من تو را پرسیده هستم که برای چی همین مرغ وردگی تو یا پوچش کالتای یا تاش درست؟ آخه برادر او ما هم خطر نفهمیدم. چی؟ تا همین مرغ خوردنی یا که قطعی همین مرغ سلفی کردنی؟